واقعا نیست، چون ورزش حرفه‌ای خانم‌ها معنی نداشته. امیدوارم که معنی داشته باشه. الان من 7 ماه خارج شدم، دوست دارم بعد از 2 سال که برمیگردم یه تحول زیادی ببینم، ولی واقعا نیست. من خودم این کار کردم هم موقعی که چرا من به عنوان یه سینه‌ورد جوان در طی 9 سال از قهرمانی کشور شروع کنم برسم به تیم ملی، بعد یه دفعه احساس کنم که بهتره برم مربی بشم. من حالا تو سنی که میتونستم رو قهرمانی کار کنم رفتم مربیگری کار کردم و همینطور آره دقیقاً و همینطور داوری. چرا مگه من چند تا فیلد باید بگذرونم؟ چرا به همش فکر کنم؟ علاقم بود، دوست داشتم بیشتر بدونم، ولی همش به این بودم که خب دارم از جونم مایه میزنم، خب باید یه چیزی هم ثمره تلاشم باشه دیگه، که میرفتم داوری میکردم که خب هم باشم، هم که خب درآمدم باشه، ولی واقعا حرفه‌ای نبود. ولی شنیدم بچه‌هایی که خانمایی که تو تیم فوتبال بودن، من چند تایی از دوستان رو توی سالن سینه‌وری می‌دیدم که میگفتن که خب برای ما یه مقدار حرفه‌ای‌تره تیم فوتبال، خب فوتبال خیلی ارزش داره اصلا. اونم آره خیلی نه ولی باز اوضاعشون خیلی از ما بهتر بود. میگفتن که ما حقوق داریم هر ماه، ولی برای رشته سینه‌وردی حداقل اینجوری نبود. اون چیزی که من تو سینه‌وردی برای آقایونش هم فکر کنم نه بنده خدا نه راه زیاده باید بشه، چون که اون ورزشکار از جونش مایه میذاره. من هنوز که هنوزه از خیلی چیزا رنج میبرم به خاطر اون اینکه برای سینه‌وردی کار کردم. هنوز انگشتا مفصلای دستم درد میکنه، چون ورزش حرفه‌ای به معنای واقعی همش آسیبه. تو داری برای کشورت کار میکنی، برای افتخار کشورت باید باشی، از خیلی چیزا باید بگذری، پس باید در عوضش به یه چیزی هم برسی. من فکر کنم که خیلی باید کار بشه تا خانم‌ها راه داریم حالا. خب خیلی ممنون، میخوام ازتون واقعا تشکر بکنم و براتون آرزوی موفقیت و خط سبز دور دنیا داشته باشم. من یک حرف آخری که میخوام بزنم از همینجا به تمام خانمای ایرانی، دوستای عزیزم که ورزش دوستن، آرزو دارم 2 سال دیگه که برمیگردم ایران قرار خط سبزمون توی ایران خیلی بیشتر باشه، یعنی درختای بیشتری بکاریم. آرزو دارم که وقتی میرسم ایران 2 چرخ سواره خانم توی این گروه ما قرار بگیرن و به ما بپیوندن. دوست دارم که وقتی رسیدم خیلی هاشون رو ببینم، یعنی دوست دارم که با هم رکاب بزنیم و فقط شاهد این نباشیم که توی تیمی که دوستان میخوان علاقه‌مندم بیان به 2 چرخ سواری فقط آقایون هستن و من یه خانم تنها واسن بدون هم صحبت دارم رکاب میزنم. انشالله که همینطوره. پس این خودش یه خبره که بعد از اینکه برگشتی میخوای یه 2 چرخ سواری دور ایران داشته باشی. بله، همینطور که ما توی اکثر مدیاها اعلام میکنیم، یکی از مهمترین بخش‌های سفر ما وقتی که برمیگردیم به ایران، چون اونجا خب ارتباطات بهتره، درختکاری هم آسون‌تره، خودمون شهروند ایرانی هستیم، همه چیز رو میدونیم، دوست داریم که تقریبا تو بیشتر استان‌ها درخت بکاریم و کارمون به یک کار گروهی تبدیل بشه. یعنی از دعوت میکنیم از همه هموطنان 2 چرخ سوارمون که به ما ملحق شن، بتونیم درختای صلح بیشتری رو با هم دیگه بکاریم. خب بیشتری شما؟ منم تشکر میکنم از شما از اینکه پوشش دادین خبر امروز رو و از اینکه زحمت میکشین اینجور کارا، چون نیاز هست خیلی‌ها بدونن، خیلی‌ها اصلا نمیدونن که رشته سینه‌وردی اصلا وجود داره تو ایران، چه برسه به اینکه خانوما هم دارن توش کار میکنن. خیلی باید بیشتر این کار بشه و فکر کنم اگه کارهای شما و همکارانتون کمتر باشه، یعنی اینجوری پیش بره، خب مطمئناً خیلی بهتر میشه و مردم بیشتر میشناسن، مخصوصا ورزش خانم‌ها. نگاه حرفی برای آقایونی که ممکنه خانم ورزشکار تو خونه‌شون باشه و هنوز کشفش نکرده باشن چی؟ والا خب باید در اختیارشون بذارن ورزش رو. خب برمیگرده به یه مقدار فرهنگ ما که اینو نمیگرفت قضیه ورزش کردن یا کار کردن خانم‌ها خارج از خونه رو. ولی خب الان امروزه فرهنگ خیلی فرق کرده و دید مردم خیلی عوض شده و خب میبینیم که روز به روز هم ورزشکارای بیشتری دارن وارد میشن، ورزش‌های عجیب غریب مثل چون پاراگلایدر و چیزایی که اصلا ما خودمون آقایون هم بعضی وقتا شاید جرئت نکنن این کار رو انجام بدن. واسه همین میگم مطمئناً هر پیشنهادی که میشه بهتر آدم دنبالش بره، شاید یه قهرمان واقعا ولی من فکر کنم جعفر میخوای اینو بگی که اگرم
که خودشون ورزشکار نیستن ورزش دوست باشن و اگرم براشون مشکلی هستش که با این مسئله نمیتونن کنار بیان، بهتره که با هم ورزش کنن. مثل من و جعفر که همیشه توی این 9 سال توی سینه‌نوردی و کوهنوردی با هم بودیم، هیچ وقت همدیگر رو ترک نکردیم و از تمام لحظات زندگیمون با هم لذت بردیم. میشه یه نقطه مشترکی باشه برای بیشتر به هم نزدیک بودن. حالا یا خواهر برادر هست یا زن و شوهر هستش و هیچ وقت جلوی علایق و خواسته های دیگران سنگ نندازیم و اجازه بدیم که بتونن به اهدافشون برسن و ما هم بهشون بپیوندیم، نه اینکه فقط اجازه بدیم انجام بدن. باید با هم دیگه دست به دست هم بدیم که این حرکت انجام بشه. این پیشنهاد خوبیه، من استقبال میکنم. مرسی. قربون شما.